آقا صادق چقدر حضرت رقیه رو دوست داری؟ تمام هیئتی دنیا دارن میبینن. همینجوری گفتن نداره، خیلی دیگه من میشه حضرت رقیه دوست نداشته باش و من میشه اهل بیت دوست نداشت. جایی که بتونی دوست داری، یعنی از نظر بیان ها خیلی، ولی نمیتونم بگم هرچی بگم کم رحمم. اگه بخوای برای حضرت رقیه یک کاری تو دنیا انجام بدی چیکار میکنی براش؟ یکی که حرمش بتونم برم، یعنی به طلبه، و یکیش هم دوست دارم که حرمش این سهستا که دیگه واکس بزنم، نوکری کنم غیر از واکس چیزای دیگه. هزار مرتبه. اگه خدای بچه بهت بده دختر باشه دوست داری اسمشو چی بذاری؟ رقیه. باریکلا. کوه معرفت آقا صادق میگه اگه خدای دختر به من بده من اسم حضرت رقیه رو میذارم رو دخترم. هزار مرتبه. اون صدای